بنا به اطلاعاتی که ما داریم حدود 30 میلیارد دلار ارز در دست مردمه و حدود 40 میلیارد دلار طلای ذخیره مردم دارن. اینها دو تا سرمایه ملی است. بذار پاشو بذارم رو چارپایه. خیلی حالا شد. ای حقه باسته من کلک. خیلی زرنگی آدم، ولی پرنس جان گفته مالیات باید پرداخت بشه. تو چی از جون مردم میخوای؟ بعد شمس متقلب تو حق نداری. نه نمیخواد موعظه کنی پدر، امروز که یک شنبه نیست. میگن بچه باشه. تا حالاش که صبح خوبی بوده، پس انداز کنی. چه حقه کثیف و زشت.